الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های خوب و گرامی و معزز سلسله درس های بینش اسلامی، خداوند تبارک و تعالی را سپاسگزار هستیم و تشکر میکنیم که فرصت بخشید تا در خدمت شما بوده باشیم. عزیزان برنامه، درس محاضره امروز ما در مورد بلوغ کامل انسان است که انسان از چند جهت به بلوغ و رشد میرسد. یقینا بلوغ کامل در یک انسان زمان متحقق میشه که از 3 ناحیه به رشد برسد و به بلوغ برسد. هرچند تعاریف و مفهوم نزد انسانها و مجتمعات انسانی متفاوت است. در نزد توده های عام بلوغ در انسان یعنی جوان شدن، یعنی آماده تولید مثل، یعنی قادر شدن به کارهای شاقه و بزرگ. این تعریف و مفهومی است که توده های عام انسانی به این باورمند است که زمانی به یک انسان میشه بالغ گفت که این انسان آماده تولید مثل شود، یعنی به اساس ازدواجی که به ازدواج میرسد آماده تولید مثل است و به کارهای بزرگ و شاقه آماده است. اما انسان تنها با بلوغ فیزیکی و جسمی و بیولوژیکی بالغ گفته نمیشه، بلکه موارد دیگری هم وجود دارد که به اون باید به رشد برسه، به بلوغ برسه. اگر از توده های عام کمی بیایم به طرف و یا به سوی انسان هایی که دانشمند هستند، چیز فهم هستند، به نزد اینها انسان یک بلوغ دیگر هم دارد. اون بلوغ عقلی است یا رشد عقلی است که انسان ها از نظر فهم، از نظر علم، از نظر دانش به یک سطح تخصصی و مسلکی برسند. این ده بلوغ عقلی یا رشد عقلی میگن. و این هم در انسان ها متفاوت است. کسی بیشتر و کسی کمتر و کسی اعلا و کسی هم بسیار ادنا. چه وقت میتونیم که ادعا داشته باشیم انسان به بلوغ عقلی رسیده یا رشد عقلی تخصصی و از مجموعه انسانهای یک مجتمع ادعا داشته باشیم و قبول بکنیم که واقعا این انسانهای این مجتمع و جامعه بشری به رشد عقلی و به بلوغ عقلی رسیدن؟ وقتی که در اینها در 2 بعد مسائل و صحبت‌های جدید
و نو دیده شود. یعنی ما میتونیم زمانی به یک دانشمند بگوییم که رشد عقلی داره که این دانشمند در 2 عرصه به بلوغ رسیده باشد. البته رشد عقلی در 2 مورد، یکی در علوم طبعی و حیاتی و مثبته که در اون مورد کشف و اختراع بوده باشه. کشف و اختراع، صحبت جدید، فرمول و قاعده جدید. اگر کشف و اختراع در علوم طبعی و علوم حیاتی مثبته مثل فیزیک و کیمیا، بیولوژی و در مجموع ساینس ادعا شده نمیتواند و درست نیست که گفته شود به بلوغ عقلی رسیده است. متاسفانه آنچه در جهان اسلام و امت مسلمه در مجموع دیده میشه و حتی امم غیر مسلمه که مظلوم واقع شدین، برده واقع شدین، محکوم واقع شدین، متاسفانه همین نکته سبب شده است. یعنی عدم بلوغ عقلی و یا رشد تخصصی است. شما هر قدر پروفیسورها و پاهندا و اکادمیسین ها را در جهان اسلام میبینین، اکثریت قاطبه از اینها متاسفانه در رشته های خودشان گپ نو ندارن. مجموعی از قواعد، مجموعی از ضوابط علوم طبعی نیم قرن قبل و یا 1 قرن قبل را به مغز سپردن و این را داره به تلاميذ و طلاب انتقال میدن. طلاب هم این را میگیره در حین امتحان، در زمان امتحان و اختبار به پارچه امتحان می نگارن و پس تسلیم استاد میکنن. متاسفانه استکبار جهانی اجازه نمیده و فرصت نمیبخشه که جهان اسلام و امم مظلوم حتی غیر اسلامی، غیر مسلمه به رشد عقلی کافی و لازم برسند. چرا هر ملتی که انسانهایش و اتباعش و شهروندانش به بلوغ عقلی برسه، دیگر فلسفی استعمار و استثمار و مظالم نکته پایان می‌یابد. دلیلی که اونها ظالم واقع شدن و ما مظلوم، اونها آقا و بابا و ما برده و غلام، همین نکته است. یعنی عدم بلوغ در مسائل تخصصی، علمی، تحقیقی، مسلکی. آنچه در دنیای مدرن جریان دارد در علوم حیاتی و مثبته از قبیل اختراع و اکتشافات، اون قضایا و صحبت‌هایی است که اون طرف پرده است. عالم اسلام به کیلوها متر راه از اون قضایا و از اون بحثا و از اون تحقیقات و اختراعات به دور مانده و قصدن و اجازه هم داده نمیشه. و اگر استعدادی هم در اکناف و اطراف از امت اسلام بلند میشه، اون باید سرکوب شه و اون باید اجازه رشد داده نشود. و اگر خواسته باشیم که در رشد عقلی ما آخرین رشد هم بدانیم، اون شعور سیاسی کافی و لازم به میان آمدن است در سطح افراد یک مجتمع بشری و انسانی.
یعنی شعور سیاسی لازم. شهروندان بدانند ما در چه حالیم. حاکم محکوم جغرافیای خود را هم درک کرده بتانند. افکار و نظریات را محیط و منطقه و جهانی را هم بدانند. قدرت‌های بزرگ دشمن خود را هم باید بشناسند. میشه این را اگر به این سطح انسان رشد عقلی کرد، یعنی شعور سیاسی لازم، این نمیشه دکترا نامید. کشف و اختراعات را ماستری نامید. یعنی معلوم میشه که از کشف و اختراع کرده هم شعور سیاسی لازم به میان آمدن در سطح افراد یک ملت و یک اجتماع سبب از این میشه که اینها به رشد عقلی و مقدمات و مدخل رشد عقلی به اصطلاح مواجه شوند و مقابل شوند. اگر خواسته باشیم که رشد سوم انسان را هم بدانیم، غیر از رشد عقلی، اون رشد روحی و معنوی است. اگر انسان و مجموعی از انسانها در کنار رشد و بلوغ فیزیکی و بیولوژیکی و جسمی بر رشد عقلی هم برسند، باز هم برای نوع خود مفید واقع شده نمیتونه. عدالت، انصاف، عدالت و انصاف، صلح و سلام، برابری و برادری، عدالت و گسترش آن را در سرزمین خدا جلت عظمته تطبیق کرده نمیتونه، هرچند رشد عقلی داشته باشه. چنانه که همه ما و شما آگاه هستیم و میدانیم رؤسای جمهور کشورهای پیشرفته و مترقی در رشد عقلی کمبودی ندارند. کشف و اختراع هر روز مشاهده میشه، به نظر میرسه. شعور سیاسی لازم به حدی در اونها موجود است که 2 میلیارد انسان را، چیزی کم 2 میلیارد انسان مسلمان را به اصطلاح مدیریت میکنه. یعنی در منیجمنت، اداره، استخبارات، آگاهی و مدیریت و شیطنت به حد به اصطلاح پیش رفتن و میدانند که عرض کردم 2 میلیارد انسان را زیر نظارت و کنترل خود دارند. اما چرا مصدر خیر شده نمیتونن با این رشد عقلی که در ایشان موجود است؟ دیگر مشکل ندارن، فقط یک مشکل است. یک ذره از رشد روحی در ایشان موجود نیست. یک ذره از رشد روحی و معنوی در ایشان دیده نمیشه. به این اساس هرچند انسان از نظر عقلی رشد هم بکنه، تخصص داشته باشه، دیپلم داشته باشه، در سطح ماستری و دکترا هم برسه، اما اگر رشد روحی به میان نیاید، انسان مفید واقع نمیشه. حداقل رشد روحی در یک انسان چی بوده میتونه؟ چی صفت باید باشه در انسان؟ صفت خوب. اگر یک انسان صفت خوب پیدا کرد، متصف به صفت خوب شد،
پس این ابتدایی ترین رشد روحی را کسب کرده. انسان خوب و یا مجموعی از انسانهای خوب به کسان اطلاق میشه و گفته میشه که به غرض مصالح شخصی خودشان دیگران را متضرر نسازند. و اینجاست که به چنین انسان و یا افراد اطلاق انسان خوب میشه. فایدهشون انتظار نداریم که به هم نوع خود فایده هم برسانه، تنها ضرر خود مسدود بسازن، به خاطر مصلحت شخصی خودش هم نوع خود متضرر نسازن. اگر به می قالب آمد و برابر شد، این انسان خوب است. اگر از این کده هم رشد روحی بالاتر شد، به اصطلاح انکشاف کرد، ترقی کرد، باز انسان صفت خوبتر پیدا میکنه. یعنی به این معنا که نه تنها ضررش نمیرسه، بلکه به اندازه توان و ظرفیت ها و پتانسیل هایی که ذات اقدس الهی از نظر مادی و معنوی به ایشان لطف فرموده است، اون را منحصر به خود نمیدونه، بلکه در خدمت خلق الله قرار میده به اندازه توانش. و اگر از این هم انسان رشد روحی بیشتر کرد، بعد صفت خوبترین را دریافت میکنه که انبیای الهی علیهم السلام چنین انسانها و چنین چهره‌ها و صورتها بودن. خوبترین انسانها به کسایی اطلاق میشه که بالاتر از توانمندیشان، بالاتر از قدرتشان، بالاتر از پتانسیلشان در خدمت خلق الله قرار بگیرن به دو هدف: اعلای کلمت الله و حصول رضایت ذات اقدس الهی جل جلاله. دو هدف دارن. از طریق زبان و نیات نیک و کردار نیک نام خدا زنده شود در قلوب افکار انسان ها و نهایتاً رضایت ذات اقدس و ذات اکبر الله سبحانه و تعالی به دست آید. این آخرین رشد روحی هستند. و فراموش نباید کرد که رشد عقلی استگاه و استاب نداره. و علم آدم الاسماء، این به ذریه اولاد بشر تا الی یوم القیامه جریان داره. شما چه فکر میکنید تا 50 سال قبل این اکتشافات و اختراعات و پیشرفت ها و سهولت ها و تکنولوژی امروز که ما و شما مشاهده میکنیم تصورش اصلا نمیشد و ممکن به 50 سال بعد یا قرن بعد چیزهایی به میان بیاد، یعنی رشد عقلی بیشتر در انسان ها به میان آید که ما و شما انسان های امروز اصلا تصورش نمیکنیم. یعنی رشد عقلی هم تا الی یوم القیامه در اولاد بشر جریان داره و در عین زمان رشد روحی هم به خود سرحد نداره. سرحدش در دنیا علم لدن است و علمناه من لدنا علما. سرحدش در دنیا انشراح صدر است. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. خدا جل جلاله به چنین انسان‌ها نور ویژه‌ای و خصوص که قابل تعریف نیست نصیب می‌فرماید. و در آخرت این رشد روحی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در محضر گرامی و عظیم ذات اقدس الهی انسان قرار میگیره. کما یلیق بشأنه، کیفیتش را انسان درک کردن نمیتونه. امیدوار هستم بتانیم در هر سه زاویه، فیزیکی و جسمی، عقلی و روحی، رشد بیابیم تا به بلوغ کامل برسیم و از مجموعی انسانهایی که به بلوغ و رشد کامل رسیدن، اجتماعی سلیم که گمشدی هر انسان است در طول تاریخ بشریت و شهادت تاریخ افکار سیاسی و عقاید سیاسی که به عنوان یک مضمون مشخص در فاکولت‌های حقوق علوم سیاسی خوانده میشه. گمشدی کلانشان جامعه بشری و جامعه سلیم بشری
جامعه ایدئال مدینه فاضله هستند. تا برنامه دیگر شما را به خدای متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.